جای در جان کرده ای. از صداقت تاجیکستان را گلستان کرده ای. فکر و ذکرت دائما آبادی این کشور است. 4 فصلی تاجیکستان را بهاران کرده ای. ای مرد خدا، نامی خوشت ورد زبان است. سیمای تو آینه مشهور جهان است. اصل و نسبت آری و اسماعیل ثانی، اجداد تو از ملک شریفی خوتلان است. نامی تو را نویسیم ای قهرمانی وحدت، با آبی نابی طلا در طاق قصر ملت. سلام شما دو برنامه رنگین شعبه فرهنگ ناحیه که بازگو کننده مهر و محبت و صداقت مردم فیض‌آباد نسبت به پیشوای معظم ملت می باشد، با مهارت بلند ایجادی و بسیار جالب و دیدنی برگزار کرده شد. بین با فیض‌آباد شاهی تاجیکستان آمده همچو اسماعیلی سامانی و سامان آمده پیر و برناز فرحمندی مقصد از تشریف پرزیدنت مملکت به ناحیه فیض‌آباد افتتاح یک قطار انشاءات تعیناتی گوناگون، صحبت و ملاقات با ساکنان و شناس شدن با وضع زندگی آنها می باشد.